تو به دکانی من آمده ای؟ کارتت را مانده ای؟ من آمدم و کارت را دیدم، گفتم که به این شخص رفته تخم فروشم. ای رو گم شو چخیل تخم. ای بچه این کاری من است، تخم فروش هستم. به تو 10 قوطی نمونه آوردم، طبیعی تازه است. نمیخواهم، تخم در کار نیست. تو تخم هایت رو برده به عقب مرغ بزن. دستت را فرار قاقلا. مرغ ها را کمی حرمت کن. خلاص چه خیلی که دوستی دیگر و کاربر دیگر است. با نگاه من هم دشمنی دیگر و کار دیگر است. ما هر دو تجارت میکنیم. حالا به من بگو که تو تخم ها را از کجا و چند پولی میخری ها؟ تو چی ها میگویی؟ من آدمی بدم، نخواد که من پول بدهم. صاحبی تخم رو نمیکشم، بعد رس شد میشوی. من به تو تجارتی حلال رو پیشنهاد میکنم. قوطیش 20 تومان است. با این نرخ یافته نمیتوانی و هم به خاطر سلامی اول ارزان است. تخم حقیقی و از قشلاق است. با تجارت حلال من کار ندارم. نابکار قوطیش 20 تومان میگویم، 20 تومان. و این نرخ چنین تخم رو نخواهی یافت. نوع یکم و تخمی طبیعی است. تخم رو میشکنی مثل زردآلو زرد است. بیا دست. نابکار دستت را ده. تخمی ارگانیکی است. قوطیش 20 تومان. در جمع 10 قوطی است. 200 تومان است. ای بچه گوش کن. رکورد صدای شکستن استخوان به دسیبل از آن من است. در میدان شکستم. حالا مجبور نکن که در اینجا عملی نشود. شفیق بهترش راضی شو. تجارت دوستی رو تشویق میکند. مایلش من راضی هستم. آفرین نیکا. راستی گپ اگر تو دهانت رو نکشایی راضی نمیشد. دستش رو پخش میکنم، آوازش نمیبراید. تو از ماشین رفته تخمه ها را بیار. من به اینها میفرمایم شیرینی تیار میکنم. مایلش